لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. از شما چیزی نیست. واخوری ادیبان با زحمتکشان کلخوزی به نام لین نوحه فرخور خیلی شوق‌آور می‌گذرد. شعرخوانی و صحبت اهل قلم و مردم بسیار خوش می‌آیند. از نقل‌ها و حزل‌های نمکین شاعر اشور سفر خاطر رئیس کلخوز سفر رو می‌بالد و هنگام گسیل میهمانان می‌گوید: معلم، من با شما و ایجادیات شما نهایت اخلاص دارم. در خانه ما قریب همه کتاب شما است. این نغزو تبسم میکنند شاعر حاضر جواب: لیکن در خانه ما از شما چیزی نیست. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کورند مردم، خنده می کورند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.